سوالهای قبر از دیدگاه آخوندها. در مورد سوالات آقا بفرمایید. سوالاتی که نکیر و منکر میپرسن. در روایات داریم سوالاتی که میشه خیلی مختصر و تیتروار اشاره کنم. بله. سوال اول مثلا خدایت کیست؟ من ربک. من ربک. احسن. بله. سوال دوم پیامبرت کیست؟ من نبیک. احسن. یعنی پیغمبر خاتم رو، اون خاتمیت رو باید بیان اشاره به خاتمیت پیامبر اکرم داره. بله احسن. بله. خاتمیت پیغمبر. سوال سوم که بینندگان این سوال سوم تو ذهنشون باشه که بحث زیاد داره، من دارم تیتروار اشاره میکنم. بله بفرمایید. سوال سوم در راجع به امامت سوال میشه. من امامک. من امامک یعنی چی؟ من امامک یعنی ائمه اثنی عشر رو میخوان از شما. هر 12 امام. هر 12 امام رو میپرسن. بله. میگه من امامک، میگه علی علیه السلام. ثم من سوال میشه بعدش کی؟ دیگه کی؟ باید بگی حسن ابن. دوباره کی؟ چون بعضی ها هستن 7 امامی هن. بله. میرسه به امام هفتم. ثم من میپرسن، گیر میکنه، خراب میشه کار. امامت یعنی 12 امام. یعنی شما بگی حالا من 4 تا امام قبول دارم، حالا از 12 تا 4 تاشو قبول دارم، حالا این 4 تا ما ثواب بدید، حالا 8 تاشی چی؟ قبول نیست. مثل نماز مغربه، آقا 3 رکعت میخوام، 2 رکعت بخونی بگه خدا ثوابم بده. ما 3 تایی با هم میخوایم، مرکب مجموعیه. بله. هر این مجموعه رو با هم میخوان 12 امام. این سوال سوم. بله عزیز، آخوندهای شیعه این گونه هر مسئله شرعی را حتی اگر امور غیبی هم باشد به ائمه و امامت پیوند میدهند تا بدین ترتیب شیعیان را هرچه بیشتر به غلو و خرافات بکشانند. اصلا هیچ گونه دلیل صریحی در قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وجود ندارد که دال بر امامت باشد، تا چه رسد که 2 فرشته در مورد آن انسان را مورد بازخواست قرار دهند. ولی همان گونه که مشاهده نمودید، این آخوند مسئله امامت را این بار به درون قبر هم می کشاند و شیعیان معتقدند که اگر انسان همه عبادات را مانند نماز، زکات، روزه و حج به نحو احسن انجام دهد ولی به امامت ایمان نیاورد، عبادات وی مورد قبول واقع نمی شود. اما آنچه مسلم است این است که بنا به اتفاق آراء علمای گرانقدر اسلام که مبنی بر آیات قرآن و احادیث صحیح و معتبر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم است، هر انسانی پس از مرگش مورد سؤال واقع می شود و ما مسلمانان به سؤال 2 فرشته منکر و نکیر در قبر ایمان داریم و معتقدیم که مسلمانان و همه انسانها مورد سؤال واقع می شوند و مؤمنان به لا اله الا الله و محمد رسول الله گواهی می دهند و در روایت دیگری آمده است که به وی گفته می شود خدای تو کیست؟ او می گوید الله ربی و محمد النبی. الله پروردگار من است و محمد پیامبر من است. آن وقت مشمول مفهوم این آیه می شود. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. الله مؤمنان را در دنیا و آخرت به خاطر گفتار استوار محکم و ماندگار نگه می دارد. و مراد از فی الاخره در این آیه کریمه قبر می باشد. بینندگان گرامی، حال شما ببینید که تا چه اندازه دروغ و تلبیس آخوندها بر مداحان و عوام شیعه تأثیر گذاشته و به جایی رسیده که هر آنچه این آخوند در مصاحبه اش میگوید مداح معروف ایرانی حاج محمود کریمی این چنین به تصویر میکشد. یاد اون لحظه ای که 2 تا ملک سوال کنن، یاد ساکت شدنم، یاد اون شلاقایی که میزنن روی تنم،
که بگو خدات کیه، قبلت کجاست، چیه کتاب تو، اسم پیامبر تو بگو. کمکم کن که نمونه جوابم توی گلو. تو سال اولی بگم علی، تو سال اولی بگم علی، دیگه هر چی که بگم حسین. من قبلتو، من قبلتو، من کتابو، من امامو، من دینم قبلم، عشقم، روحم، نوحم، خونم، اول آخر، کعبه، مکه، زمزم، صفا، زمزم، عشقم، دوا، دینم، زینب و حسین، دینم.